چه اتفاقی برای شخص تو راهه؟ این پیشگویی اونقدر دقیقه که ممکنه تو رو شوکه کنه و قراره رازهای پنهانی رو آشکار کنه که شاید تا امروز از اونا بیخبر بودی. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیزم سلام، اینجا کانال فال ارمنیه و من نازلیم. عزیزان، در ابتدا قرآن رو باز میکنم به نیت رازهای پنهان و اسراری که ازش بیخبرید و اتفاقهای پیش روی آینده‌تون و در پایان ویدیو آموزش باطل سحر قوی رو براتون گذاشتم که هزینه‌های الکی به دعانویس‌ها، طلسم نویس‌ها ندین. لطفاً به احترام قرآن کریم این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون ارسال کنید. شاید در بین ما کسی باشه که به این دعا و این انرژی خوانی احتیاج داشته باشه. قبل از گوش دادن قرآن کریم بیایید چند کلامی دعا بخونیم. الهی در همه حال راضیم به رضای تو. الهی شکر، راضیم به رضای تو. متواضعانه دستانم را بالا بردم و تسلیم هر آنچه خواسته تو باشد هستم. من هیچ کنترلی بر زندگیم ندارم و خواسته قلبیم این است که سکاندار زندگیم تو باشی. الهی آمین یا رب العالمین. دوستان عزیزم، میدونید که من به دعای گروهی خیلی اعتقاد دارم و در همه ادیان اومده، مخصوصا دین اسلام. پس بیایید که با اخلاص دعا بخونیم برای خودمون، برای خانواده‌مون، برای سلامتی بیماران، برای بدهکاران، برای همه دعا کنیم. من برای سلامتی، ثروت، شادی همتون دعا میکنم. انشالله که خدا منو ببینه و دعامو برآورده کنه. عزیزان، 3 بار در دلتون اسم خودتون و اسم مادرتون رو زمزمه کنید و ذکر یا الله رو برام کامنت بنویسید و اگه دوست داشتید بنویسید که از چه شهری هستید. با نام و یاد خدا قرآن رو باز میکنم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان دلم، در ابتدا از فردی بی تجربه و ناآگاه داره حرف میزنه. فردی که بی تجربه است، ناآگاهه و انگار خیلی هم خودخواه و یه دنده است. در کنار شماست، در نزدیکیته و کلافت میکنه. جوری که با هم بحث و درگیری ممکنه براتون پیش بیاد. این شخص آگاه و خام و بی تجربه توی سنش یا روی تاریخ تولدش عدد 4 و از مشخصش اینه که یه خلایی توی زندگیش داره، یه کمبودی رو داره که براتون ممکنه یه مشکلی رو به وجود بیاره. حواستون رو جمع کنید. فرد متولد زمستان براش پیوند و ازدواج دارم میبینم که خیلی خوبه و با این ازدواج سرنوشتت خیلی عوض میشه یا ممکنه کلن از این شهری که هستی بری، چون کلن یه زندگی جدید رو تجربه خواهید کرد. مثال فصل نو رو داره میده. تکبر و غرور رو بذار کنار. یا اگه خودت متولد زمستان و فصل سرما نیستی، همسرت و کیس احساسیت متولد زمستان و فصل سرما هست. ببین عزیزم، انگار داره میگه این روزها پر از فراز و نشیبه. ممکنه کمی احساس سردرگمی داشته باشی، اما یه نفر هست که میتونه کمکت کنه. امروز سعی کن بیشتر بشنوی تا اینکه حرف بزنی. تصمیم هایی که میگیری روی آیندت خیلی تاثیر زیادی دارند. حواست به جزئیات و حواشی باشه. بیگدار به آب نزن و تصمیم های هولکی و همین جوری نگیر هیچ وقت. ببین، یه انرژی مرموز، یه انرژی که منفیه، یه انرژی که خودت متوجه میشی دور و برت هست. این انرژی میتونه سنگینی باشه، میتونه غم باشه، ناراحتی باشه. این روزها اطرافت هست. ممکنه یه اتفاقی بیفته که اولش متوجه نشی، اما بعداً برات معنی دار میشه. حواست به حرفا، نشونه ها و برخوردهای کوتاه باشه. وقتشه روی حس ششمت حساب باز کنی. چون انگار خدا برات یه نشونه هایی رو میفرسته که خودت متوجه میشی این انرژی مرموز از کجاست، از شخص، از حالا مثلا یه خونه قدیمیه،
از یه کار بدیه، حالا که کسی در حقت کرده، حق تو خورده یا خودت یه اشتباهی مرتکب شدی، این انرژی از هر چیزی که هست خدا برات یه نشونه سر راهت قرار میده. حتی این انرژی ممکنه از یه دعای طلسم جادویی باشه که شخصی برات میگیره و یا خودت انجامش میدی. داره میگه که سر یه دوراهی قرار میگیری، یه انتخاب سخت پیش رود قرار میگیره. اگه بین دل و منطقت موندی، به آرامش درونیت رجوع کن. این روزها نیاز داری آرامش داشته باشی. هول نشو و با عجله تصمیم نگیر. اگه احساساتی برخورد کنی ضرر میکنی و اگرم الان منطقی فکر کنی بازم ضرر میکنی. نیاز داری به آرامش برسی، بعداً تصمیم بگیری. اگه فرزندی داری که بهش کم توجهی داری میکنی یا الان داره پرخاشگری میکنه، داره یه حرکتهایی میزنه که فکر میکنی یه عیب و ایرادی داره، فکر میکنی ناخلفه افتاده که باید بهش توجه بیشتری کنی. انگار فرزندت نیاز داره که بیشتر وقت تو باش بگذرونی، بهش اهمیت بدی. اینطور که اومده فرد مهم زندگیت این روزها باید فرزندت باشه و خانوادت، حالا اگه فرزند نداری، که باید وقتی بیشتری رو با آدم‌های مهم زندگیت بگذرونی. داره میگه که خستگی ذهنی داری، خستگی ذهنی که افکار تو به هم ریخته. حتی ممکنه این خستگی ذهنی رو بروز ندی، نشون ندی. با کسی حرف بزن، با یکی که درکت میکنه. احتمال 80% خبری در مورد تغییر شغل یا مسیر مالی میشنوی. آمادگیشو داشته باش که به خوبی استقبال کنی از این خبر. یه نفر از گذشته میاد تو یاد و خاطرت و بهش فکر میکنی ناخودآگاه که یهو سر و کلش پیدا میشه رو وعده 2. در مورد این فرد به ندای قلبت گوش کن. انگار قلبت یه حرفایی رو برای گفتن داره، ولی باید انتخاب کنی که کدوم احساست ارزشمندتره. و این شخص که از گذشته است آیا ارزش داره که بمونی باهاش و وقت بگذرونی یا نه؟ چون داره میگه اگه دوباره خطا کنی در مورد این شخص دیگه نمیتونی جبران کنی و خودتی که ضرر میکنی. ببین عزیزم، یه خانم اینجا هست که شما رو از تصمیمت در گذشته منصرف کرده. یه تصمیمی که در مورد یه هدف مهمی بوده. انگار دوباره به یاد اون هدف و اون تصمیم افتادی. به ندای قلبت گوش کن و به اون خانم دیگه رجوع نکن. در مورد تصمیمت بهش چیزی نگو. این تصمیم که در مورد یکی از اهدافت بوده خیلی مهمه. انگار برای اجرای این تصمیم مجبور میشی تغییر مکان بدی، جابجایی انجام بدی یا حتی تغییر شغل بدی. ممکنه حتی مجبور بشی بری شهر دیگه. شاید در مورد بعضیاتون مثلا تغییر مسیر تحصیلی باشه. این خانوم که مخالف بوده میتونه مادرت باشه، همسرت باشه یا خواهر بزرگتر یا اصلا همکارت باشه. به هر حال یکی که نقش مهمی توی زندگیت داشته و مهم بوده و خانومم هست منصرفت کرده. اما این هدف خیلی میتونه روی زندگی تأثیر بذاره و مسیر زندگیت رو به بهبودی پیش میره اگه این هدف رو دنبال کنی. ببین اومده که با چنگ و دندون از این هدفت، از این خواسته درونیت محافظت میکنی و اگه حتی این تصمیم و دنبال این هدفت رو الان نری، حتی پا به سن هم که بذاری، سن و سالی هم ازت بگذره، در آینده دنبال این هدفت میری. انگار خواسته ای هست که کلن مسیر تو عوض میکنه. در مورد بعضیاتون هم میتونه کیس احساسی بوده باشه که خانوادت مثل مادر مخالف بودن و مسیر زندگیت، مسیر ازدواج تو تغییر دادن، ولی شما حتی اگه الان دنبال اون شخص نری در آینده خواهی رفت. و یا میتونه مسیر کاری شغلی هم باشه. بستگی به نیت شما داره.
شخصی که توی اسمش حرف ی و الف هست به شما زخم زبونی رو میزنه، متلکی رو میزنه که باید صبوری کنیم و سکوت بهترین جوابه در برابر این شخص. چون داره میگه شما در این موقعیت زندگیت نیاز به آرامش داری و وقتی زخم زبون میشنوی، حرف و کنایه میشنوی، نباید جواب طرف رو بدی و دنبال این حرفا رو بگیری. شما با سکوتی که میکنی بهترین جواب رو میدی و این قضیه ختم به خیر میشه. ببین داره میگه یه شخصی در اطرافت وجود داره که یه روز خوبه باهات، یه روز بده. کارهایی میکنه که متفاوته. خودت توش موندی که این شخص چنه، این شخص اصلا چرا اینطوری رفتار میکنه. این شخص یه شخص مهم زندگیته و شخصی است که نمیتونی تغییرش بدی، نمیتونی ترکش کنی. داره میگه که شما نمیتونی این شخص رو ترک کنی و کنارش بذاری، اما میتونی با حواس پرتی که در خودت به وجود میاری، با سکوتی که میکنی، با تمرکز روی هدفهای دیگت کمتر به این فرد توجه کنی و این شخص کم کم متوجه رفتارش میشه و دست از این رفتارش میکشه. و داره میگه که تا 4 وعده دیگه ثبات و آرامش به زندگیت میاد. یه دروغی برات آشکار میشه از سمت کسیه که اصلاً تصورشو نمی کردی و از اون شخص اصلاً انتظار نداشتی. حتی وقتی که اون دروغ برات برملا میشه حالت بد میشه، ممکنه فشارت بره بالا، یه اتفاقی برات میفته، یه شوک بهت وارد میشه و وقتی که از شخص دلیل رفتارشو میخوای این شخص برات انکار میکنه و زیر حرفش میزنه، حالا زیر اون کاری که کرده زیر حرفش میزنه، اما دستش برات رو شده و شما بهت ثابت شده که این شخص به دروغی رو گفته و پنهانکاری رو داشته. عزیزم افتاده که به یه پولی احتیاج پیدا میکنی رو وعده 1 با ثبت، میتونه آخرهای فروردین ماه باشه که دو دلی از شخصی که مد نظرت هست این پولو بگیری و آیا بهت میده یا نه. بله این پولو بهت میده شخصی که در نظر داری و میتونی باهاش در میون بذاری این قضیه رو. از آقایی که ریش داره، موهای جوگندمی داره یا ریشش هم حتی جوگندمی و رو به سفیدیه، چهره روشنی داره و غم از دست دادن شخصی رو داره. از این آقا با این مشخصه حاجت روایی داری. روی وعده 3 این مشخصه این آدم سر راهت قرار میگیره و حالا روی هر مسئله‌ای که داری، روی هر نیتی که داری این شخص بهت کمک خواهد کرد با این مشخصه و کار تو رو راه میندازه. شخصی با حروف اسمی ر یا ز میم به ملاقاتش میری که شخص حسودیه و بعد متوجه میشی و این شخص گوشیه و اصلا مورد اعتماد نیست. ببین این آدم مشخصش اینه که اگه از در سیاست باش وارد بشی، باش حرف بزنی، حرفاتو باور میکنه و آدمیه که از چاخان و از گزافه‌گویی خیلی خوشش میاد. یک خبر، یک پیام میتونه تلفنی هم باشه بهت میرسه که روی این خبر عدد 2 0 و 4 افتاده. این خبر حول محور نیت قلبیته. در 10 روز آینده شما 2 موقعیت خوب برات پیش میاد. این موقعیت ها رو از دست نده. فرصت هایی هست که کوچیکه ولی رفته رفته بزرگ میشه و آینده تو تحت تاثیر قرار میده. شخصی که حروف اسمی الف و لام داره دلتنگته، به ملاقاتش میری یا میاد پیشت و حرفایی و مثل درد و دل با هم میزنین و یه خبر خیلی خوب هم برات داره میگه که یه هدفی، یه راهی رو داری دنبال میکنی که خیلی روشنه. حتما تا 20 روز دیگه یه معجزه، یه نشونه از سمت خدا داری که مصممت میکنه که این راه رو با قدم‌های محکم‌تری برداری. برای خانم‌های مجرد که توی اسمشون حرف نون، دال و ر یا ز هست، خواستگار از سمت گرمسی رو میبینم.
اگه قصد جابجایی داری حتما این جابجایی رو انجام بده. برات خیلی نیکو افتاده. پیشنهاد راه و سفر رفتن رو براتون میبینم از سمت شخصی که از خودت خیلی بزرگتره و بهت احساس داره. توی روابط احساسیتون دیدار و صحبت دارم میبینم براتون. اگه قهر هستید با شخصی آشتی دارید و اگه رفته برمیگرده. این روزها دور و براتون خیلی شلوغه اما شما احساس سردرگمی کلافگی میکنی که موقتیه. از شخصی که همیشه باهاش درد و دل میکردی و رازدارت بوده حرف و کنایه هایی رو میشنوی که باعث ناراحتیت میشه. ببین داره میگه که انگار یه بغضی، یه ناراحتی تو گلوت داری، یه غمی داری که با گریه کردن باز میشه و سبک میشی. حتما گریه کن خودتو تخلیه کن تا از دست این بغض راحت بشی. داره میگه که اگه کاری رو میخوای انجام بدی که بابتش دودلی باید صبر کنی. تا 3 وعده صبر کن بعد انجامش بده. برای دوستانی که توی هیچ رابطه‌ای نیستن و تنهان پیشنهاد عاطفی از سمت آقا یا خانومی که حرف میم و الف داره یا سین و ر داره بهت پیشنهاد میشه که خوبم هست و آینده دار و هدفمنده. اگه با شخص احساسی بحث و دلخوری داشتی موقتیه. طرف احساسی دوست داره و بهت برمیگرده اگه صبر کنی. داره میگه که اگه کار قانونی، دادگاهی یا حتی اداری داری این مسئله برات ختم به خیر میشه و تا برج 2 تکلیفش مشخص میشه. پولی رو از دست دادی یا به کسی قرض دادی که بهت نمیده و سهل انگاری میکنه. داره میگه نگران نباش. این پول بهت برمیگرده. که اگه به شخصی قرض دادی این شخص الان نداره اما روی وعده 4 پول رو پس میده. شانس و خوش اقبالی براتون افتاده که خیلی هم خوبه توی کارهاتون هست، توی امور مالی. توی انجام کاری اگه احساس درموندگی و ناتوانی میکردی این مشکل و گره برات حل میشه. دوستان عزیزم امیدوارم که از این انرژی خوانی و کتاب قرآنی خوشتون اومده باشه. بریم سراغ آموزش دعا و طلسم باطل سر که خیلی خیلی قویه. دوستان عزیزم قبل از آموزش این دعا لازم دونستم یه سری حرفا رو باهاتون در میون بذارم. این که قبل از انجامش حتما با یه شخص آگاه در این زمینه مشورت کنید و مسئله و مشکلتون رو باهاش در میون بذارید. و اینکه انجام دعا و طلسم لازمش ساعت سرد و نحسه. در غیر این صورت عواقب ناخوشی به همراه داره و ممکنه نتیجه برعکس بده. این دعاها جنبه آموزشی داره و اینکه خیلی قویه. من خودم مخالف 100% دعا و طلسمم اما خب بعضیا دوست دارن و آموزش میدم. عزیزان در نوشتن دعا و انجامش خیلی دقت کنید و همینطوری که توضیح میدم انجام بدین. دوستان وقتی که فکر میکنید مشکلاتتون زیاد شده و احساس میکنید همه در و بروتون بسته شده و مطمئنید که جادو و طلسم به شما اثر کرده، این دعا رو میتونید در ساعت 100 در برگه کاغذ یا برگ درختی بنویسید که یکیشو روز جمعه در آب بندازین، یکیش هم باهاتون باشه و یا توی خونه قرار بدین. میتونید با جوهر یا زعفرون بنویسید و با چند قطره گلاب قاطی کنید. ببینید از رازها و کارهای شخصیتون با کسی حرف نزنید و در انجام این امور با افراد آگاه و خیرخواه مشورت کنید و پولهای گزاف به دعانویس و طلسم نویس ها بیهوده ندین. این دعا و طلسم یکی از دعاهایی هست که برای باطل سحر قوی استفاده میشه. اگه اعتقاد داشته باشی و با دقت انجامش بدی 100% نتیجه میگیری. بریم که طرز نوشتنش رو بهتون آموزش بدم. عزیزان لطفاً درخواست نوشتن دعا طلسم جادو از من نداشته باشین چون به هیچ وجه انجام نمیدم، فقط شمترابی انجام میدم. من این علم رو رایگان در اختیارتون قرار میدم تا هزینه گزاف و زیادی به
دعانویس ها و طلسم نویس ها پرداخت نکنید. فقط کافیه که قدرت اینا رو باور داشته باشید. تا جایی که میتونید این دعاها رو ننویسید چون خطر داره و اسم میخواد و ممکنه در نوشتنش خطا کنید و مثل من انجام ندین و تا جایی که میتونید چاپش کنید. این دعا رو چاپ کنید و در روز و اون زمان مشخصی که بهتون میگم انجامش بدین. چون انجام طلسم دعا جادو زمان و ساعت مشخصی داره که بهش میگن به اصطلاح ساعت سعد و نحس. و اگه چاپ میکنید اسم خودتون و مادرتون رو پشت کاغذ بنویسین. و اگه برای شخص دیگه هم میخواین انجامش بدین اسم طرف و مادرش رو بنویسید. و اگه اسم مادرش رو ندارید جای زایده فلان بنویسید حوا. امیدوارم که به نتیجه دلخواه و مطلوبتون برسید. عزیزان این ذکر رو با وضوح در روزهای زوج بنویسید. برای نوشتن این ذکر بهتر اینه که با زعفرون و گلاب بنویسید یا با جوهر رنگ سبز یا با خودنویس رنگ سبز بنویسیدش. چون جنبه آموزشی داره الان دارم با ماژیک می‌نویسم. میتونید هم با ماژیک بنویسید. خیلی مهمه که با اخلاص و اعتقاد کامل انجامش بدید. از سطر اول شروع کنید به نوشتن و اینکه این حروفی هم که می‌نویسم دقیقاً مثل من بنویسید و همچنین اگه فکر می‌کنید که خطا می‌کنید و درست انجامش نمیدید حتما چاپش کنید. نیازی نیست که بنویسید. این ذکر رو 2 مرتبه بنویسیدش. بهتر اینه که روی برگ درخت بنویسید. اگه برگ درخت نداشتین و نتونستین بنویسید میتونین روی کاغذ بنویسیدش. همراه با نوشتن این ذکر به هیچ وجه عود و بخورات حتی اسفند دود نکنید.
امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. توی ویدیو قبلی آموزش شم‌تراپی جذب معشوق رو براتون گذاشتم. حتما برید ببینید. نظرتون رو برام کامنت کنید. سابسکرایب کانال یادتون نره. تا ویدیو بعدی شما رو به خدا میسپارم. خدا یار و یاورتون باشه.